باعث افتخار ما کتابداران است که امروزها در دایره دستور سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی جناب عالی محترم امام علی رحمان جهت عامه‌گردانی مطالعه کتاب میان تمام قشرهای جامعه و برگزاری آزمون جمهوری فروغ صوفی دانای کتاب است. در زمینه این دستور سفارش‌ها از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، رئیس ولایت ختلان محترم دولت علی سعید هنگام قدردانی و جایزه سپاری و 35 نفر اشتراکداران دور نهایی آزمون فروغ صوفی دانای کتاب است. در ملاقات پیشنهاد گردید که سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی اعلام کرده شود و امروز ماموریت کتابخانه با خزینه خوندن کتاب‌های به‌بها می‌تواند از سین خرد تا مکتبی نورسان جوانان را با پررگی و کتاب‌های پرمضمون تأمین نماید و ما کتابداران افتخار از آن داریم که در تطبیق سیاست خیرتمندانه رئیس ولایت ختلان که سال 2025 را سال فرهنگ کتابداری اعلام کرده است کوشش نماییم که در برگزار نمودن همه گونه چاره‌بینی و تشویق و ترغیب مطالعه کتاب و خواننده رسانیدن خدمت خوب کتابی سهمگزار باشیم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان فرمودند کتاب نه تنها سرچشمه دانش بلکه واسطه مهمی تربیه معنوی